علت اینکه فشار آب کمه و شیر رو شیر تا ته باز میکنی دو تا دلیل داره. اولین دلیلش به خاطر اینه که این صافی سرش آشغال گرفته. چرا؟ داخل لوله ها رسوب و سنگریزه میاد، پشت این صافی گیر میکنه و اونو باید باز کنیم، بته کنیم، تمیزش کنیم و دوباره سر جاش ببندیم. و داخل اینجا اگر رسوب بسته باشه باید با یه سنجاق قفلی قشنگ تمیز کنیم داخلشو. و مورد دوم شیرای پیسوار زیر هست. شیرای پیسوار معمولا فیلتردار هستن و داخل فیلترشون رسوب میگیره و اونا رو باید باز کنیم و تمیز کنیم. در ادامه ویدیو بهتون آموزشش خواهم داد. علتی که این فشار آب کمه، شیر روشویی تا ته بازه، اول این صافی رو چک میکنیم، با هم بازش میکنیم. داخلش رسوب گرفته بود. این واشرش رو برمون داریم، این فشار رو نمیاد بیرون، باز میکنیم. شستشو میدیم بهش با یه سنجاق قفلی یا سوزن. داخل این روزنه ها رو باز میکنیم یکی یکی. شستشو میدیم قشنگ. اگه هنگام باز کردن این سری رسوب زده بود، سفت باز شد و سخت باز شد، اینجا جای آچار داره، دو طرفه. آچار فرانسه رو میندازیم داخل، باز میکنیم. برای جا زدن اینم این سمت که رزوه داره باید با این سمت آبی که فیلتره باید بره داخل شیر. اینو چفت میکنیم داخلش. برش یه واشر داره، واشر رو میندازیم روی اینجا. واشر رو محکم فشار میدیم صفر جا بیفته. بعدش داخل اینجا میبندیمش. خب در مرحله اول میایم شیر پیسوار رو کامل میبندیم. به اینا میگن شیر پیسوار. بعد از اینکه بستیم با یه دونه پیشگوشتی دو سو میایم یه مهره داره رو شیر پیسوار باز میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید داخل اینجا پر آشغال و رسوبه. تخلیهش میکنیم. داخل شیر پیسواری این فیلتر داره، فیلتر فلزیه، داخل این آشغال میگیره. اینو کامل تمیز میکنیم و میتکونیمش. این فیلتر فلزی. بهش یه کوچولو آبو باز میکنیم که داخل مسیر تخلیه بشه. بعد میبندیمش. سپس این فیلتر فلزی رو داخل میذاریم. بعدش این مهره روش میبندیم. با دو سو سفتش میکنیم. شیر پیسوار رو باز میکنیم.